به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه برنامه راه شب. پیام بخشلی هستم و امیدوارم حالتون خوب باشه و روزگار بکام. امشب از بین قصه های ارسالی میخوام داستان آقای معینی از شیراز رو براتون بخونم. شما میتونین قصه ها و دلنوشته های خودتون یا حتی مطالب جالبی که توی شبکه‌های اجتماعی میبینین و دوست دارین بقیه هم بشنون با آدرس صفحه من ایران برامون بفرستین تا توی برنامه ازشون استفاده کنیم. توجه شما عزیزان رو به شنیدن داستان مشکل بزرگ جلب میکنم. موش از شکاف دیوار سرک کشید تا ببیند این همه سر و صدا برای چیست. مرد مزرعه دار تازه از شهر رسیده بود و بسته‌ای با خود آورده بود و زنش با خوشحالی مشغول باز کردن بسته بود. موش لبهایش را لیسید و با خود گفت کاش یک غذای درست و حسابی باشد. اما همین که بسته را باز کردند از ترس تمام بدنش به لرزه افتاد، چون صاحب مزرعه یک تله موش خریده بود. موش با سرعت به مزرعه برگشت تا این خبر را به همه حیوانات بدهد. او به هر کس که می رسید می گفت توی مزرعه یک تله موش آوردند. صاحب مزرعه یک تله موش خریده است. مرغ با شنیدن این خبر بالهایش را تکان داد و گفت آقای موش، برایت متاسفم. از این به بعد باید خیلی مواظب خودت باشی. به هر حال من کاری به تله موش ندارم. تله موش هم ربطی به من ندارد. میش وقتی خبر تله موش را شنید صدای بلند سر داد و گفت آقای موش، من فقط میتوانم دعایت کنم که توی تله نیفتی، چون خودت هم خوب میدانی که تله موش به من ربطی ندارد. مطمئن باش که دعای من پشت و پناهت خواهد بود. موش که از حیوانات مزرعه انتظار همدردی داشت به سراغ گاو رفت، اما گاو هم با شنیدن خبر سری تکان داد و گفت من که تا به حال ندیدم یک گاو توی تله موش بیفتد. او این را گفت و زیر لب خنده‌ای کرد و دوباره مشغول چریدن شد. سرانجام موش ناامید از همه جا و همه کس به سوراخ خودش بازگشت و در این فکر بود که اگر روزی در تله موش بیفتد چه می شود. در نیمه های همان شب صدای شدید به هم خوردن چیزی در خانه پیچید. زن مزرعه دار بلافاصله بلند شد و به سوی انباری رفت تا موش را که در تله افتاده بود ببیند. او در تاریکی متوجه نشد که آنچه در تله تقلا کرد موش نبود، بلکه یک مار خطرناک بود که دمش در تله گیر کرده بود. همین که زن به تله موش نزدیک شد، مار پایش را نیش زد و صدای جیغ و فریادش به هوا بلند شد. صاحب مزرعه با شنیدن صدای جیغ از خواب پرید و به طرف صدا رفت. وقتی زنش را در این حال دید او را فوراً به بیمارستان رساند. بعد از چند روز حال وی بهتر شد، اما روزی که به خانه برگشت هنوز تب داشت. پرستارها گفته بودند بهتر است برای تقویت بیمار به او سوپ مرغ داده شود. مرد مزرعه دار که زنش را خیلی دوست داشت فوراً به سراغ مرغ رفت و ساعتی بعد بوی خوش سوپ مرغ در مزرعه پیچید. اما هرچه صبر کردند تب بیمار قطع نشد. بستگان او شب و روز به خانه آنها رفت آمد می کردند تا جویای سلامت او شوند. برای همین مرد مزرعه دار مجبور شد میش را هم قربانی کند تا با گوشت او برای میهمانان عزیزش غذا بپزد. روزها میگذشت و حال زن مزرعه دار هر روز بدتر و بدتر میشد، تا اینکه یک روز صبح در حالی که از درد به خودش میپیچید از دنیا رفت و خبر مرگ او خیلی زود در روستا پیچید. افراد زیادی در مراسم خاک سپاری او شرکت کردند. بنابراین مرد مزرعه دار مجبور شد از گاوش هم بگذرد و غذای مفصلی برای مهمانان دور و نزدیکش تدارک ببیند.
حالا موش به تنهایی در مزرعه می گردید و به حیوانات بیچاره‌ای فکر می کرد که کاری به کار تل موش نداشتند. ممنون از توجهتون. امیدوارم از داستان امشب لذت برده باشید. یه بار دیگه تاکید میکنم شما عزیزانم میتونید داستانها، دلنوشته‌ها و یا متن‌های زیبایی که در شبکه‌های مجازی میبینین با آدرس صفحه من ایران برای ما ارسال بفرمایید. ممنون که با ما هستید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.